ونیز، محله یهودی ها، قرن 13 میلادی، جایی که یهودی ها به تجار مسیحی وام میدادند و نزول میگرفتند. اما تجار مسیحی چرا سراغ یهودی ها میرفتند؟ برای مسیحی ها دادن وام با بهره گناه محسوب میشد و فقط یهودی ها بودند که میتونستند طبق یکی از احکام تورات تحریف شده ربا بگیرن. حکمی که میگه یک یهودی نمیتونه از یهودی دیگر ربا بگیره، اما از دیگران چرا؟ به میزهایی که یهودی ها پشت اون نشستن و ربا میدادن بانکی میکنن. ربا درآمد زیادی داشت و رفته رفته تونستن بانکی ها رو به ساختمان های بزرگ یعنی بانک تبدیل کنن و یک سازوکار قانونی برای اون به وجود بیارن، سازوکاری که مسیحی ها هم روی اون صحه گذاشتن، در حالی که کلیسا اونها رو به شدت از ربا منع میکرد. مسیحی ها فراموش کردند که حضرت مسیح علیه السلام در ورود خودش به بیت المقدس میز یهودیانی که ربا میدادن و واژگون و اونا رو از این کار نهی کرد. ثروت بانک ها هر روز بیشتر میشد و بانکدارا رو قدرتمندتر میکرد، طوری که از دل یک خانواده بانکدار در طی 400 سال 2 نفر ملکه فرانسه شدند و 4 نفر پاپ. اما بانک ها به دنبال این بودن که با پیچیده‌تر کردن روش های رباخواری ثروت بیشتری به دست بیارن. بانکداری ونیزی در قرن 17 میلادی در انگلستان یک گام پیش رفت. بانک ها طلای مردم رو به امانت می گرفتن و در ازای اون رسید می دادن، رسیدهایی که بعداً تبدیل به اسکناس شد. البته اگه بانک ها دقیقاً به اندازه طلاها و نه بیشتر اسکناس چاپ می کردن همه چیز درست پیش می رفت. اما اونا به صورت بی‌رویه اسکناس چاپ کردن، بیش از مقدار طلایی که در اختیار داشتن و این موجب کاهش ارزش اسکناس ها شد که شکل پیچیده تری از ربا بود. ذخیره سازی بخشی از سپرده قدم بعدی بود. بانک ها که قرار بود صندوق امانات باشن با خیانت در امانت پولهای مردم رو به دیگران وام دادن، اونم نه یک بار بلکه چندین و چند بار. بانکداران برای جذب سرمایه بیشتر اعلام کردند که به سپرده های مردم سودم میدن، سودی که چند برابر اونو از بهره وام هایی که به دیگران میدادن به دست می آوردن. شیوه ها و روش های متعدد بانکداری مدرن همه بر اساس ربا شکل گرفت و توسعه پیدا کرد. روش هایی که در اون همیشه بانکدارا برندن و پولی که به جیب میزنن خیلی بیشتر از اون چیزیه که نصیب مردم میشه. بانکداری در آمریکا امروزی تر شد. بانک ها به طمع سودهای هنگفت سرمایه های مردم رو وارد بورس کردند، اما اون روی سکه سودهای بزرگ ضررهای بزرگ. نوسانات بورس بانک ها رو ورشکسته کرد و بحران بزرگ دهه 1930 شکل گرفت. دولت آمریکا در سال 1933 بورس بازی بانک ها با سپرده های مردم رو غیر قانونی اعلام کرد. اما در سال 1999 بانکدارا تونستن با نفوذ و قدرت خودشون این قانون رو لغو کنن. 8 سال بعد بحران مالی سال 2007 به وجود اومد. دولت برای خروج از بحران با مالیات‌های مردم و خلق پول به بانک‌های ورشکسته کمک کرد و اونا رو نجات داد و باز هم بانک‌ها برنده شدند. سیر تکامل بانک‌ها یک خط ثابت شد: تجمیع ثروت. در بانک پول کار میکنه و پول میسازه. هر چقدر بیشتر باشه بانک‌ها پول‌های بزرگتری میسازن. بانک‌ها ثروتشون رو در قالب اعتبارات به جیب طبقه خاصی از جامعه که رانت دارن میریزن یا با بخش خصوصی رقابت میکنن و جلوی رشد اون رو میگیرن. در واقع بانک‌ها از سپرده‌های مردم علیه خود مردم استفاده میکنن، در حالی که نهادهای الگوی معیشت اسلام نه تنها ربا و کار کردن پول رو نفی میکنن، بلکه به جای تجمیع ثروت اساساً به دنبال توزیع و گردش ثروت در جامعه. در نهایت باید گفت ساده اندیشیه که بانک بتونه با سازوکار ربوی خودش به یک نهاد مالی اسلامی تبدیل بشه، چرا که اگر کل قواعد در این نهاد تغییر کنه دیگه اسمش بانک نیست.